حالا من 7.5 ست کردم، یعنی من از 7.5 وصل میشم، ولی از ساعت 8 تا 10 کلاسمون میشه که حالا مثلا یه 10 دقیقه این ورم باید بشه، اشکال نداره. خب بریم به ادامه بحثمون. من صفحه رو شیر کنم و دیگه یادم رفت سر چیزی شیر میشه. خب یه ذره بریم جلوتر، این بحث ها رو یکم با سرعت بالاتر بریم جلوتر که سریعتر انجام. کاربردهایی که برای مسیو مایمو در نظر گرفته شده، کاربرداش اومده به دو دسته تقسیم کرده. گفته ما کیس شماره 1 برای هموجینیوس نتورک بخوایم استفاده کنیم که بهش میگن همو نتورک. به چه صورت هست؟ همو نتورک مثلا کل شبکه بیاد مثلا ماکروسل طراحی بشه، یعنی همه جای شهر از ماکروسل استفاده کنیم. کیس دومی، حالت دوم، مورد دوم به این حالت هستش که ما ترکیبی از ماکروسل و اسماسل رو داشته باشیم. به این حالت هم در واقع میگن در واقع هتروجینیوس یا هت نتورک. میخوام ببینم مثلا توی این شرایط شبکه ها چجوری ما میتونیم از مسیو مایمو استفاده کنیم. در حالت اول، یعنی در کیس اول ما 3 تا روش داریم، یعنی 3 جور میتونیم اینا رو استفاده کنیم. میتونیم مولتی لایرز سکتوریزیشن انجام بدیم، میتونیم ادپتیو بیم فورمینگ انجام بدیم، میتونیم لارج اسکیل در واقع کوپریشن انجام بدیم که اینا رو با هم خواهیم دید. یه حالت دیگه هم در حالت در واقع هتروجینیوس نتورک ها هم در واقع میتونیم یه وایرلس بک هال در نظر بگیریم یا هات اسپات بک هال و یه داینامیک در واقع سل. خب بریم ببینیم به چه صورت است. خب اگر ما کیس A رو در واقع حالت مالتی لایر سکتوریزیشن رو در نظر بگیریم، میگه این در واقع به راحت اجرا میشه و در واقع گین بالایی هم داره. در این حالت، یعنی در حالتی که شما به مالتی لایر سکتوریزیشن انجام بدید، طبق این شکلی که ملازم میفرماید میان چیکار میکنن؟ میان در واقع ما توی افزایش ظرفیت، اونایی که مثلا تو طراحی رادیویی کار میکنن تو نسل پیشین، برای که ظرفیت افزایش بدن میومدن چیکار میکردن؟ میومدن سکتوریزیشن بیشتر میکردن. خب و با سکتوریزیشن کردن در واقع هر چقدر تعداد سکتورها بیشتر میشد، باعث میشد که در واقع این اتفاق بیفته، یعنی پهنوان شما افزایش پیدا میکرد، چون پهنوان ورمی داشتید مثلا جای دیگه استفاده میکرد. در 5G خب اون باعث میشد که یه مشکلی به وجود میومد که هنداور بین سکتورها زیاد میرفت بالا و پیلود سلول شما در واقع هیدرش سلول شما افزایش پیدا میکرد، اون سیگنالینگ شما. در 5G و در حالتی که شما از مالتی لایر سکتورینگ استفاده میکنید، میان در واقع این آنتن ها که این بیم هایی که ملاحظه میفرمایید، اینها در واقع چند لایه میشن. یه تعداد از آنتن ها سکتورهای داخلی یا در واقع یوزرهایی که نزدیک آنتن هستن رو پوشش میدن. فرض کنید اگر مثلا این سکتور من باشه، سکتور من رو 2 لایه‌اش میکنه. یه لایه‌ای که یه تعداد از این بیم ها پوشش میدن و یه لایه رو هم در واقع یه تعداد از بیم های دیگه، یعنی در واقع میان چند لایه میکنن. میبینید اینجا دیگه اگر این آنتن مسیو مایمو هست، یه تعداد در واقع از این آرایه ها سلول های گوشه سلول رو پوشش دادن، یه تعداد در واقع داخل سلول. خدمتتون گفتم ما توی 5G دیجیتال بیم فورمینگ داریم، یعنی در واقع اگر من اینجا بیام، این اگر چیزای من باشه، این اگر PRB های من باشه، خب بالاخره PRB های منم هست دیگه، اینجا پخش شدن. وقتی که دیجیتال بیم فورمینگ انجام میدم، اینجا رو من مثلا میتونم جدا جدا در اختیار کاربر قرار بدم. اینجا مثلا یه
PRB های هست، مثلا اینو در اختیار یوزر قرار میدم. در آنالوگ یا مثلا در 2D بیم فرمیکا ما مثلا فقط میتونستیم یه دونه در واقع در یک واحد زمان میدادیم، اون بیم رو در اختیار کاربر قرار میدادیم. حالت دوم ادپتیو بی فرمینگ هست و حالت دوم این هستش که ما در واقع یه تعداد از آرایه ها رو میان در اختیار یوزر به صورت فیکس قرار میدن. خب یک تعداد رو به صورت در واقع اکتیو قرار میدن، یعنی یوزر وقتی که چیز میکنه، حرکت میکنه، در واقع این بیم رو به صورت در واقع ادپتیو بهش میدن، یا مثلا به صورت متحرک، یا مثلا وقتی که یوزر استفاده نمیکنه اینو در واقع در واحد زمان، چون در واحد زمان و در واحد فرکانس اینو در نظر میگیرن، میتونن به صورت فلکسیبل در اختیار یوزرهای مختلف قرار بدن. این هم حالت دوم هست. حالت سوم توی سیستم های در واقع دیستریبیوتید آنتن ها استفاده میشه، یا سیستم های دست برای کاهش در واقع ISI استفاده میشه، یا ICI، تداخل بین کانال ها. در این حالت این اینودبی در واقع میان توی بخش های مختلفی لینک های وایرلس قرار میدن و در واقع یه تعداد از این لینک ها، حالا اینا رو مثلا این آرایوهایی که پخش میشه، این نودبی اینجا قرار میگیره، خود نودبی، ولی خب مثلا این آنتن ها رو جاهای مختلف قرار میدن. جای مختلف که اینا قرار داده میشن این آنتن ها، حالا میتونن مثلا این ارتباط وایرلس داشته باشن نسبت به هم دیگه، یا میتونن مثلا حالت وایری داشته باشن. یعنی توی این اگر مثلا فرض بفرمایید چیز باشه، این نودبی شما باشه، میان اینجا در واقع حالت فرانت هال قرار میدن. بهش هم توی چیز ما بهش خواهیم گفت که ROE توی چیز، توی قرآن بهش میگن ROE یا Ethernet over رادیو اوور، فکر کنم دارم اشتباه میکنم، میشه Ethernet over رادیو، که اینجا در واقع این لینک که اینجا هستش لایه دویی هست، ترانسمیشنی هست. این لینکی که اینجا قرار میدن اینجا ارتباط لایه دویی هستش. بعد در واقع آنتن ها رو میارن توی سلول ها پخش میکنن و یوزر در واقع میتونه از این طریق به آنتن ها دسترسی پیدا کنه، به این آنتن ها وصل بشه. این باعث میشه که هم تداخل بین سلول ها کاهش پیدا کنه و اینکه در واقع هم میتونه در واقع کپاسیتی بالایی بگیره. خب حالت های مختلف هم هست. شما میتونید در واقع اینها را، این آراریوها رو به صورت سیمی هم وصل کنی که با فیبر هم وصل کنی، که اون دیگه همین حالت فعلی هستش که ما تو شبکه استفاده می‌کنیم. خب این در واقع یک کاربرد این چیزا بود، کاربرد در واقع هموجینیوس ها بود، یعنی جایی که ما کلا توی حالت قبل اون آراریوهایی که گذاشته بودیم اونا با یعنی داخل اون سلول بزرگمون با اینودبی، در این آراریوها با اینودبی به صورت وایرلس در ارتباطن، یعنی هر کدومشون میشه گفت مثل یه مثلا سایت کوچیک که زیر مجموعه همون چیز هستن توی سلول کار میکنن. آره ببینید یه تعداد رادیو ماکروویو ها رو یادتون میاد دیگه، درسته؟ ماکروویو هایی که ما استفاده می‌کردیم، ماکروویو ها، اون ترانسمیشن ها، اینا چی کار می‌کردید؟ اینا به حالت چیز بودن دیگه، به حالت لاس بودن، پوینت تو پوینت بودن. خب این ماکروویو ها رو، خب این ماکروویو ها رو میارن در واقع اینجا قرار میدن.
خب حالا جلوتر ما 5 تا سناریو داریم که میتونیم از مسیب مایما استفاده کنیم. اونا رو هم بحث خواهیم کرد که ترکیب همه اینها رو اونجا توضیح خواهد داد. یعنی خدمت شما عرض کنم که حالتهای مختلف میشه از این استفاده کرد. اینجا میاد مثلا تو این سلول حالتهای در جاهای مختلف آنتن‌های وایرلس، آنتن‌های مایما شبکه مسیب مایما رو قرار میده که یوزر در واقع از مسیرهای مختلف سیگنال رو دریافت میکنه. سوالتون جواب دادم؟ بله ممنون، متوجه شدم. بله. 3 تا حالت داره. 3 تا حالت در حالت این هستش که ما یه ماکروسل داشته باشیم. اون بحث فمتوسل ها توی التی یادتون میاد، بحث ماکروسل هاست دیگه. توی این حالت شما در واقع یک ماکروسل داری، بهش میگی در واقع مین نود بی. یه میکروسل هم داری، بهش میگی در واقع، یا در واقع اسمال سل داری، بهش میگی در واقع سکندری نود بی. اینها ما در واقع توی وایرلس بک‌هال ما این اینهایی که اینجا دارید میبینید بچه، اینها مسیب مایما هستند. این در بک هال استفاده میشه. یعنی اینجاها خب شما چیزو دارید در زیر پوشش این مثلا سکندری نود بی، شما پوشش فرض بفرمایید باند فرکانسی مثلا 3.5 گیگ رو دارید، هم آنتن معمولی رو دارید. خب مثلا اینجا کجاهاست؟ این داخل ساختمان، جاهایی که در واقع داخل ساختمان هستش. ولی در واقع بین این مین نود بی و این سکندری نود بی ها، یا مثلا این آی بی اس هایی که شما دارید، ارتباط با چیز دارید، ارتباط بک هال رو به صورت در واقع مسیب مایما تشکیل میدید. این بیم هایی که اینجا تولید میشه بین این سکندری نود بی و در واقع این ام نود بی قرار میگیره. چرا این کار انجام میدن؟ چون پهنای باند خیلی بالایی به اینا میده، بالا میره دیگه. این از این. حتی میتونه در واقع این دیتا لینک بین یک یوزر موبایل هم قرار بگیره. یعنی در واقع یک موبایل هم داشته باشید، این علاوه بر اینکه موبایل سرویس میده، میتونه در واقع به چیز هم سرویس بده، در واقع به این ام نود بی هم سرویس بده. یوزری که اگر بیاد وصل بشه به این سکندری نود بی، یعنی زیر مجموعه این سکندری نود بی باشه، ما بهش میگیم در واقع سکندری یوزر یو ای، و یوزر که مستقیم از این آنتن این نود بی آنتن بگیره بهش میگیم در واقع چیز. حالت مختلف هم داره. شما میتونی در واقع این سکندری نود بی که داری به عنوان آی بی اس داری ازش استفاده میکنی، اینو با حالت فیبری هم، با فیبر نوری هم به این در واقع وصلش کنی. حالا اون بحثش جداست، ولی کلا در واقع اون بحث HLS یادتون میاد دیگه، پرلایر اسپلیت، اینجا مطرح میشه دیگه. اینجا در واقع سیگنالینگ این نود با نود اصلی هست، اینجا در واقع این سلول ها وصل میشن به کد شبکه، هم طبیعتاً وصل میشه به این جی نود بی که توی ام نود بی قرار میگیره. این هم یک کیس دیگه است. حالت بعدی خیلی جالبه. حالت بعدی بهش میگیم هات اسپات کاورج. شما توی الان این در آینده خیلی کاربرد خواهد داشت، مخصوصا مثلا شما میرید شهری مثلا تهران رو میبینید که توی سمت چیتگر مثلا ساختمان 30-40 طبقه ساخته شده. خب ما اونجا 2 تا چالش داریم. یکی بحث خیابون هاست. خب ما باید دکل های رو بذاریم که خود خیابون رو پوشش بده. خب یکی هم بحثه که این داخل ساختمان پوشش درستی قرار بده. شما فرض کنید اگر من اینا رو تنظیم کنم، این آنتنا رو تنظیم کنم به این ساختمان بزنه، خب به این ساختمان بزنه به این شکل، حالا من بتونم بکشم. خب به این شکل در واقع این ساختمان رو
شما نقاشی از من قبول کنید بزنه، خب این یه زاویه‌ای داره، این زاویهش فرض بفرمایید مثلا 120 است، 120 درجه است. خب نمیتونه که 180 درجه بزنه. خب این زاویه‌ای که داره اگر بتونه بیاد مثلا این ساختمان اینجا رو پوشش بده، شما باید این دکل رو اونقدر باید بکشی بالاتر که مثلا اینجا قرار بده، مثلا به این شکل در واقع بیاد پوشش رو انجام بده. در این صورت خب طبیعتا سیگنال درستی به این ساختمان نمیرسه و اگرم به این ساختمان سیگنال برسه، توی این گوشه ساختمان توی این جاها شما سیگنال درستی نخواهید داشت. بنابراین این ماکروسلی که اینجا قرار داده شده برای این خانه مناسب نیستش. خب یه چیکار میکنم؟ میاد در واقع یه سلولی رو توی چیز قرار میدم، میان سلولی رو در واقع به صورت سلول ME رو تنظیم میکنن که خیابون و ساختمان‌های طبقات پایین‌تر رو پوشش بده، ولی برای اینکه بتونن عمق سیگنال رو برسونن به همه جای این ساختمان، سکندر نود بی رو قرار میدن توی سلول که این زاویهش فقط به این ساختمان بزن. پس این زاویهش رو دقت کنید، ببینید فقط خیابون‌های اطراف رو در نظر میگیره، ولی این ساختمان در واقع میاد گوشه‌های در واقع همه طبقات ساختمان رو در واقع چیز میکنه. ما به این سلول را میگیم هایرایز. اینجا در واقع مهندس اینا فعلا هنوز اینودبی هستن دیگه، جینودبی هنوز توی کار نیومده، درسته؟ نه اصلا مهم نیست، اون اسم گذاری مهم نیست، مسیو مایما رو داره توضیح میده. اصلا جینودبی همه اینا، اون اسم اصلا مهم نیست. آها درسته، چون توی حالت آپشنا که داشتید توضیح میدادید یک سری این اصلا این جینو اصلا التی رو بذارید کنار، بحث مسیو مایموه توی التی ما نداره. بعد این در واقع میاد چیکار میکنه؟ میاد در واقع چیز میکنه. دلیلی که این اینودبی رو آورده، این داکیومنتی که من استفاده کردم مال یکی از یه دانشگاهی توی چیز، اگر اشتباه نکنم توی سوئد بود، که یه پایان نامه فکر کنم 130 صفحه 140 صفحه بود. من اینا رو از اون آوردم که چون بحث رو قشنگ باز میکرد یکی از بچه‌ها، اینو من اومدم گذاشتم، چون بحثایی که توی مسیو مایمو مطرح میشه بحث‌های ریاضیاتی و به شدت کلا فرموله، مثلا هر چقدر بخوای بیاد توی کلاس تکنیکال بگی فایده نداره. اینا رو در واقع من از اون چیز آوردم. اونجا مثلا یه حالت پایان نامه طور و یه حالت چیز داره. اونجا اومده کیس های مختلف رو بررسی کرده، آزمایش های مختلف روی سیگنال ها انجام داده. این در واقع اومده از یه اسم کلی به عنوان مثلا اینودبی استفاده کرد. بحث داینامیک سل هست. خواهش میکنم. حالت سوم داینامیک سل هست. اینم بخوام استاد یه سوال من دارم. بفرمایید آقای مهندس. برداشتی که من حالا از این توضیحات کردم که در واقع اون سلول کوچیک‌تری که اون ساختمان رو پوشش میداد در واقع شبیه یه ریپیتر داره کار میکنه برای ما. درست دارم میگم؟ نه ریپیتر نیست. ببین این اینجا ریپیتری نگاه کن، مثلا کجا بگم کدوم کیس بود؟ نه این که نیست. پس اینجا اینا نقشش از ریپیتر رو کار کنن، خب ولی اینجا نقش ریپیتر نداره. چرا نداره؟ چون این شعاع در واقع جهت بیمهاش با بیمهای این فرق میکنه. جهت بیم اینجا فرق میکنه. اینجا هدف پوشش دادن داخل ساختمانه. بعد این زمانی هست که شما نیای داخل ساختمان IBS بذارید.
متوجه منظور من هستید؟ یعنی اگر شما بیاید داخل ساختمان آی بی اس بذاری، خب اصلا فایل نیازی نیستش این کارو بکنید. اینجا در واقع این بیم خودشو داره، اینم بیم خودشو داره. یعنی اگر بیان این بیم ها رو توی یه جهت قرار بدن، همدیگه رو چیز میکنن، تداخل ایجاد میکنن. ببخشید مهندس. خواهش. ببینید الان این سکندری اینودبی یا جینودبیه SRBاش از طریق این مین نودبیه انجام میشه، یعنی سیگنالینگش و اینا از اون طریقه، یا کلا یک سایت مستقلیه برای خودش ولی توی اون سلول داره کار میکنه؟ به چه شکل؟ ترانسمیشنش میتونه چیز باشه، یکی باشه. خب ترانسمیشنش میتونه یکی باشه، یعنی در واقع از یه ترانسمیشنی استفاده کنه، ولی ادورتایزمنتش جداست، چون این بیمای خودشو داره، اینم بیمای خودشو داره. خواهش. حالت سوم حالتی هستش که ما در واقع این محدوده رو میخوایم پوشش بدیم. خب توی این محدوده ما در واقع یه نودبی قرار دادیم از قبل، این نودبی یا حالا جی نودبی بگیم دیگه، یه جی نودبی اینجا قرار دادیم، این جی نودبی نقطه رو پوشش میده. بعد ما در واقع متوجه میشیم که این مثلا ساختمان بلندی ساخته میشه، تعداد مشترکین چیز میشه. الان یکی از مشکلاتی که ما توی مثلا شهر مثل تهران، شهر مثلا کلان شهر الان توی ایران هست، این هستش که مثلا توی 5 سال ظرفیت شهرها مثلا یه دفعه 15 برابر شده، 10 برابر شده، یا مثلا ساختمان‌ها یه دفعه بلند شدن، یه دفعه مثلا یه منطقه تراکمش به شدت رفته بالا. خب توی این جاها ساختمان‌ها سلول‌ها رو میان کوچکتر میکنن. بعد هر چقدر این سلول‌ها خوب کوچکتر میشه تا یه حدی میشه این سلول‌ها رو کوچک کرد و بعدا ما باعث همون سولوشن هایی که اینجا داره مطرح میشه باعث بریم سراغ این سولوشن ها. این میان چیکار میکنن؟ میان این سیگنالی که اینجا هست، این سیگنالش پخش میکنه در بخش بعدی، یعنی در واقع جاهایی که آنتن دهی ضعیف هست میان یه سکندری نودبی قرار میدن. اون جاهایی که اون آنتن قبل پوشش نمیده یا در واقع نمیتونه پوشش بده، این در واقع بیاد پوشش بده. پس میان جاهایی که اون آنتن قبلی پوشش کاملی نداره اون پوشش میده. این پوششی هم که میده در واقع میبینید پوشش هاش در واقع باز حالت لایه‌ای داره. این طبیعتاً اون SSB هایی که داره توی سلول پخش میکنه با این سلول یکی هستش، چون نقطه پوشششون توی منطقه هستش. حالت های مختلف تشکیل در واقع یه سناریویی رو میده. حالا یه چیزی خدمتتون بگم، این اگر در واقع بیایم ما اینجا از چیز استفاده کنیم، از بحث امواج میلیمتری استفاده کنیم، در واقع یه ذره بحث متفاوت‌تر خواهد شد. بریم جای بحث کنیم، یه موردی رو بحث کنیم که ما در واقع این هتروجینیوس نتورک های ما MMV هست و MM wave هست و در واقع CM wave هست. یعنی مثلا شما یه ماکروسل دارید حالت چیز داره، یه ماکروسل داری حالت امواج مثلا 3.5 پیک داره استفاده میکنه، گیگاهرتز داره استفاده میکنه با در واقع فرض بفرمایید مایمه مثلا 64 در 64. این مثلا این ME نودبی شماست. سکندری نودبی شما در واقع توی باند مثلا 28 داره کار میکنه با مایمه مثلا فرض بفرمایید 128 در 128. اینو میخوایم ببینیم به چه صورت است و باند فرکانسش هم عرض کرده مثلا چیز. یه 5 تا مورد داره، اینا رو با هم بررسی کنیم. سلام، ببخشید من یه سوالی داشتم. بفرمایید.
تو همون اسلایده الان گفتین که برای کاورج بهتر سلول ها رو کوچیک میکنن، فقط تو بخش 5G دیگه، درسته؟ یا تو 4G هم همینطوری هست؟ توی 4G توی 3G هم حتی وقتی که میخوایم در واقع میدونید کلا اگر من پهنه‌باند رو بخوام افزایش بدم توی سلول، پهنه‌باند که ثابته، درسته؟ یعنی من مثلا اگر یه سلول دارم، این سلول من باشه، خب من این سلول من اگه 3 سکتور باشه، خب چیکار میکنم؟ میام مثلا قلم من اینجاست، من میام مثلا اینجا فرض بفرمایید یه تعداد منابع اینجا دارم، یه تعداد منابع اینجا مثلا شعاع سلولی من چقدره؟ فرض بفرمایید مثلا 500 متر، درسته؟ 500 متر من میام محاسبه میکنم، میگم مثلا این 250 تا یوزر رو پوشش بده، درست؟ کل این سلول. بعد یه دفعه میبینم من مثلا اینجا، خب اینجا یه دفعه میبینم مثلا 1000 تا شد، 1000 تا مثلا یوزر اومد اینجا پیدا شد. 2 تا حالت داره، من میام این سلول رو کوچیک میکنم، خب این سلول کوچیک کردنش خودش تازه داستان داره. من همون سلول قبلی رو میتونم بذارم سر جای خودش، اون سلول قبلی رو کوچیک‌ترش میکنم، مثلا میام ازاله این شکلش یه ذره قشنگ‌تر بکشم، مثلا میام سلول رو 1/3 میکنم، خب بقیه رو میام مثلا اینجا سلول های دیگه میذارم، خب پوششش میدم. مثلا یه سلول رو میام مثلا یه سلول که داشتم اینو تبدیلش میکنم به 3 تا سلول یا 4 تا سلول، اصلا 4 تا سلول که در واقع این یوزر رو چیز بده. شما وقتی که یه سلول رو تبدیل به 4 تا سلول میکنی چه اتفاقی میفته؟ وقتی یه سلول رو شما تبدیل به 4 تا سلول میکنی، یعنی پهنه‌باندی که اینجا استفاده کردی رو میتونی اینجا هم استفاده کنی. این کاری بود که ما توی 3G و 4G انجام میدیم، سلول های پیشین، نسل پیشین انجام میدیم. یه راهکار دیگه چیه؟ یه راهکار دیگه اینه که این 120 درجه، این 120 سکتورهای 120 تایی که داشتی رو، خب میومدی تعداد سکتورهاشو بیشتر میکردی. خب وقتی تعداد سکتورها رو بیشتر میکردی، یعنی مثلا اگر یه پهنه‌باند 10 مگ داشتی، می اومدی توی 3 تا هر کدوم مثلا 10 تا میدادی، الان میتونی تو 6 تا این کار انجام بدی. اینجوری کپاسیتی سلولت میره بالا. ولی وقتی که یه موبایل میخواد از اینجا بری به اینجا، فاصله‌ای که طی میکنه که سکتورش عوض بشه خیلی زیاده، چون سکتورها بان فرکانسیشون با هم متفاوت میشه. این باعث میشه هی هندوور تو شبکه اتفاق بیفته. هر چقدر هندوور زیاد اتفاق بیفته، خب بالاخره شما فرض کنید مثلا یه جایی هست، یه خیابون خیلی شلوغی هست، شما روزی مثلا 3 بار میرفتید تو اون خیابون، خب احتمال تصادف 3 بود، 1/3. حالا مثلا 3 بار در روز بود، حالا اومدید 10 بار در روز میخواد از اون خیابون رد بشید، احتمال خطر میبرید بالا دیگه. یعنی منظور اینه که تعداد احتمال این که هندوور پیلور اتفاق بیفته بین سکتورها میره بالا. در 5G میگه آقا شما سکتورایزیشن رو انجام دادی دیگه، نمیخواد سکتورتو کوچیک کنی یا سکتورتو چیزی، سکتور قبلی تو بذار سر جاش. حالا میخوای مثلا به مشکل خوردی، خب باش بیا اینجا مسیر مایمو بذار حالت قبل، اولین حالت این سلول قبلی اصلا دست نمیزن، میای در واقع یه مسیر مایمو اینجا قرار میدی، یه تعداد از بیمات تنظیم میکنی به این سلول بزنه، حالا بهش میگن مثلا اوتر لایر، بهش میگن لایه های خارجی، به این سلول میزنن، یه بخش دیگه به سلول در واقع داخلی میزنن. خب این خودش یه نوع در واقع سکتورایزیشن کردن دیگه، درسته؟ یا مثلا حالتهای مختلف رو کمک میکنین. ما توی LTE و توی 4G 3G و 2G سکتورایزیشن داشتیم، یعنی اصلا کلا یکی از روش‌های
کپاسیتی افزایش کپاسیتی توی نتورک همون بحث سکتوریزیشن کردنه. ولی توی 5G این کار رو ما به جای که فیزیکال انجام بدیم میایم در واقع با مسیو مایمو انجام میدیم. خب خیلی متشکرم. ممنون. خواهش میکنم. خب بریم سناریوها رو هم با هم یه بحثی داشته باشیم. 5 تا سناریو هست، من روی شکل اینا رو خدمتتون توضیح میدم، خودتون حالا توضیحاتش رو بخونید. حالت اول بچه اینجا ME نودبی شما، خب ME نودبی شما عرض کردم توی باند 3.5 داره کار میکنه و سکندری نودبی شما در واقع توی حالت تیز داره کار میکنه، توی حالت مسیو مایمو با در واقع امواج میلیمتر. در سناریوی اول به این شکلی که ما بخوایم اگر از مسیو مایمو در حالت چیز استفاده کنیم، در حالت در واقع چی میگم بهش، در 2 تا حالت استفاده کنیم، ما در واقع میایم در پوشش داخلی ساختمانمون، حالا فرض بفرمایید بذار من از شکلش چیزش بگم بهتر، میگه توی حالت اول در سکندری نودبی در واقع شما 2 تا سلول، ما اون سکندری نودبی که وصل میشه به اون نودبی اصلی بهش میگیم در واقع دونور نودبی یا در واقع نودبی حالا بخشنده میگن، چی میگن بهش، و در واقع این ارتباطشون از طریق فیبر نوری هستش. اینجا باند فرکانسی هر 2 تا یکیه، یعنی هم موبایل و هم در واقع اسکاپ پایه سکندری نودبی توی یه حالتن. توی این حالت خیلی مهم هستش که در واقع شما یک کوردینیشن بین این 2 تا سلول ایجاد کنید. پس هم سکندری نودبی هم در واقع ME نودبی مثلا فرض بفرمایید تو باند 3.5 دارن کار میکنن، هر 2 تا هم دارن مسیو مایمو استفاده میکنن. در این سناریو شما بایستی یک کوریلیشنی رو بین در واقع این 2 تا طراحی کنید که این 2 تا چیز نشه، تداخل ایجاد نکنه. مثلا اینجا اومده توی این شکل سکندری نودبی رو اومده داخل ساختمان استفاده کرده، ME نودبی رو بیرون ساختمان استفاده کرده. یوزرهایی که داخل ساختمان هستن خب از این در واقع داخل ساختمان به نودبی داخل ساختمان وصل میشن، یوزرهایی که خارج ساختمان هستن در واقع به این مسیو مایمو بیرون ساختمان. ارتباط اینها رو اگه دقت کنید از طریق فیبر نوری برقرار هستش. این سناریو اول. خب این سناریو اول فقط مسئله‌ای که ایجاد میشه بحث ICI هست، خب که باید خیلی با دقت طراحی بشه. ولی اینجا دیگه شما نیازی نیستش که مثلا گوشی داشته باشید که بیاد از امواج چیز ساپورت کنه. این سناریوی حالت دوم این هستش که شما در واقع یوزرهایش که شما در واقع توی دارید به در واقع ME نودبی به اون ماکروسل شما وصل میشن، توی باند ماکروویو دارن کار میکنن، باند در واقع 3.5 دارن کار میکنن. و یوزرهایی که شما دارید در واقع استفاده میکنید توی داخل ساختمان یا محبت دارید استفاده میکنید که به سکندری نودبی دارن وصل میشن، باید از امواج میلیمتری استفاده کنن. خب بعد در واقع توی این حالت ما میتونیم یه ارتباط بین از طریق فیبر نوری یه ارتباط بین بک‌هال اینها با هم برقرار کنیم که توی اینجا شما در واقع نیازی به ترسی در رابطه با اینکه اینها تداخل فرکانسی با هم داشته باشن نخواهید داشت، چون این داره باند فرکانسی چیز داره کار میکنه، باند فرکانسی ماکروویو داره استفاده میکنه، اون یکی داره باند فرکانسی میکروویو استفاده میکنه. اما مسئله که اینجا هست، گوشی شما بایستی بتونه در واقع از باند فرکانسی ماکروویو هم میتونیم میلیمتری هم ساپورت کنه.
گوشی‌هایی که دارید خریداری میکنید، خب اینو حتما توجه داشته باشید. گوشی‌هایی که خریداری میکنید 2 تا فاکتور رو روش حتما چک کنید. یه تعداد از گوشی‌های ارزان قیمتی که الان توی بازار ایران هستن، اینا فقط از NSA ساپورت میکنن. خب یکی اینو مد نظرتون باشه. و مسئله بعدی، حتی مثلا هم اول ایرانسل هم که حتی مثلا الان 5G رو دارن دیر شروع میکنن، بحث این هستش که اینها حتما از امواج میلیمتری هم ساپورت کنن. این بحث اول اینه که شما حتما گوشی وقتی میخرید بحث SA و NSA رو ساپورت کنه. بحث دوم اینه که حتما امواج میلیمتری هم ساپورت کنه، چون این اپراتورها مجبور هستن بدن بحث سکندری نود بی ها رو در واقع انجام بدن. اینو موقعی که گوشی رو دارید میخرید حتما بهش توجه کنید. خب در این حالت شما نیازی نیستش که نگران در واقع چیز باشید، ولی خب گوشی ها شما بایستی از این دوتا پشتیبانی کنه، یعنی از امواج میلیمتری پشتیبانی کنه. گوشی خیلی کمی هستن از امواج میلیمتری ساپورت میکنه، هم یادتون باشه گوشی گرون قیمت ساپورت میکنن. و اینکه چی میخواستم خدمتتون بگم، رفتم دومی یادم. آره، گوشی اگر یه زمان قصد دارید گوشی عوض کنه، حتما واقعا گوشی 5G ساپورت بگیرید، چون میگم نیاز خواهد بود بهش. اینجا رو دقت کنید، این سناریو رو دقت کنید، سناریو شماره 2. گوشی‌هایی که داخل ساختمان هستن دارن از اینایی که به این شکل هستن امواج میلیمتری، داره از امواج میلیمتری استفاده میکنه. یعنی مثلا تو باند 28 داخل ساختمان داره استفاده میکنه. ولی گوشی‌هایی که در واقع این آنتنی که اینجا هست بیرون ساختمان قرار داده شده، توی محوطه داره کار میکنه و پوشش داره انجام میده، داره امواج 3.5 میلیمتری استفاده میکنه، 3.5 گیگا هرتز داره استفاده میکنه. یعنی مسیو مایموی که اینجا هست 3.5 گیگا هرتز، ولی اینجا در واقع مسیو مایموی در واقع 28 امواج میلیمتری. حالا این حتی میتونه، ما کیس های بعدی خواهیم دید که این حتی میتونه در واقع به صورت وایرلس هم باشه. بریم کیس سوم با هم بررسی کنیم. در کیس سوم بک هال ما در واقع به صورت چیز هست، سیمی هست در واقع، و اومده گفته که باند فرکانسی امواج میلیمتری در واقع توی بک هال بین سکندری نود بی و در واقع این نود بی برقرار هست. خب و در واقع یه سینگل لوپی اینها از طریق امواج میلیمتری با هم دارن کار میکنن. توی این شکل هم اگر دقت کنید، سناریو رو اگر سناریو 3 رو دقت بفرمایید، میبینید که این پوشش خودش داره. در واقع این سکندری نود بی اومده در واقع یه پوششی رو داره انجام میده تو محدوده خودش. این هم یه محدوده خودش یه پوشش رو انجام میده. ولی این ارتباط از طریق مسیو مایمو، یعنی این لینک ترانسمیشنی که اینجا هست و بک هال دیگه، این بک هال از طریق چیزه، باند فرکانسی، از طریق باند فرکانسی 28 گیگ امواج میلیمتریه. ولی باز اینجا مسئله که هست اینه که مسئله تداخل اینجا وجود داره. چرا مسئله تداخل وجود داره؟ چون این باند فرکانسیش هم مثلا 3.5، این باند فرکانسیش 3.5، احتمال تداخل رو اینجا بالا میبره. خب این از کیس سوم. حالت سناریو 4 این هستش که ما در واقع بیایم در واقع یه سلول رو اینجا قرار بدیم، یه سلول سکندری نود بی رو اینجا قرار بدیم که یوزرهایی که در واقع زیر مجموعه خودش هستن رو خب بیاد به صورت امواج میلیمتری پشتیبانی کنه و یه ارتباطی هم با امواج ماکروویوی داشته باشه. خب پس توی این حالت ما در واقع سکندری نود بی ما امواج میلیمتری رو داره استفاده میکنه، این نود بی ما امواج در واقع چیز رو داره استفاده میکنه، باند 3.5 گیگاهرتز رو، باند بگیم مثلا ماکروویو اکسس رو داره.
و ارتباط اینها خب از طریق در واقع لینک های چیز هستش، امواج میلیمتری هستش. یعنی یک مرحله این جلوتر از اون بحث رادیو اوور چیز هستش، رادیو اوور اترنت هست. البته میتونه اینم رادیو اوور اترنت باشه، یعنی اینجا این ترانسمیشنی که اینجا هست به جای اینکه مثلا ترافیک چیز بفرسته میتونه ترافیک اترنت بفرسته، اینم میتونه باشه. این از اینجا مشکل تداخل نداره. و این که مثلا موبایلی که اینجا هستش، موبایلایی که از ME Node B دارن استفاده به ME Node B مثلا دستگاه پایه توی ماشین میتونه در واقع امواج 3.5 میلیمتری رو 3.5 گیگ رو ساپورت کنه یا ماکروویو رو. اینا داخل ساختمان یا اینا که توی محدوده هستن در واقع استفاده کنه. حالت پنجم که کامل ترین سناریو هست و هدف این هستش که از این استفاده بشه، ترکیبی عمل میکنه. ما میایم مثلا یه نود بی اصلی قرار میدیم توی مرکز، مثلا یه فرض بفرمایید توی میدان ونک، بعد تو ساختمان هایی که توی اون پارک ها، توی اون بارها و جاهای مختلف هستن، میایم به این ساختمان ها در واقع امواج ماکروویوی استفاده میکنیم. بعد این ساختمان ها داخل خودشون هر کدوم از اینها هم، یعنی این BTS هایی که ما اینجا گذاشتیم، اینها هم بیان از چیز استفاده کنن، از امواج میلیمتری استفاده کنن. اما توی این کیس ها دقت که میکردید، مثلا اینجا که هیچ، مثلا اینجا دقت میکردید ترانسمیشنش تک هاب بود یا مثلا اینجا تک هاب بود، اینجا در واقع چند هاب است. یعنی این ایستگاه پایه، یکی از بچه ها سوال پرسید، این ایستگاه پایه‌ای که اینجا هست به عنوان سکندری نود بی میتونه به عنوان رله هم عمل کنه، سیگنال از این میگیره، سیگنال ترانسمیشن رو به منتقل کنه و برعکسش. خب یعنی در واقع به این شکل هم میشه عمل کرد. این زیر مجموع خودش امواج میلیمتری موبایل هایی که اینجا هستن پوشش میدن، ترانسمیشنشون و کارشون از طریق امواج میلیمتری هست بین این دوتا. خب بعد اینجا هم همینطوره و این در واقع جایی که مثلا نگر دید مستقیمی به این ME Node B نداشته باشه، از این مسئله اتفاق میفته یا برعکسش. این از این آینده تکنولوژی و آینده در واقع کانفیگ ها این خواهد بود. این حالته که ما مثلا بهش میگن ونیوها، توی ونیوها قرار از این شیوه استفاده کنیم که خیلی جاها داره استفاده میشه، چون جابجایی دکل، نمیدونم بحث های این چنینی خیلی سخته، هزینه بر هستش، دکل های سابق در واقع جابجا نخواهند شد. خب بلکه ما در واقع از این سکندری نود بی ها استفاده خواهیم کرد و در واقع این چیزها رو گسترش بدیم. خب اگر سوالی داری سوالتون لطفاً بفرمایید تا بریم برای بحث بعدی. دوستان سوال دارید؟ من اصلا از کلاس افتادم بیرون. صدا هست؟ بله استاد صداتون. خب سوالی نیست؟ من یه چیز خدمتتون بگم، تجربه که من مثلا اینجا الان چند روزه دارم میبینم، دقت کردم اینجا با ایران. خب توی ایران شما هر دکلی رو داری میبینی، بالای هر دکل، خب زیر هر دکل کلی کانکس هستش، بعد هر دکلی هم کلی آنتن روشه. خب اینجا جالبه، اینجوری نیستش. زیر دکل شما مثلا یه چیزی، شاید مثلا یه دونه در حد یه بیستن، در حد یه رکه مثلا 6601 قرار داده شده. خب کل ترانسمیشن و همه چی بالاست، بعد دکلاشون خیلی کوچیک و خیلی در واقع منظمه.
یعنی نوع دکلش خیلی چیزه. بعد جالب خدمتتون بگم اینه که ما مثلا توی ایران یه دونه مثلا 2G داریم، 3G داریم، 4G داریم، 5G داریم، هر کدوم هم مثلا چند تا در واقع چیز داره، کریر مختلف داره. همینا رو اگریگیت کردن. خب همه رو اگریگیت کردن اومدن یه دونه مثلا به جای اینکه بیان چندین آنتن بذارن یه آنتن هایبرید گذاشتن، یا اومدن مثلا همه رو آوردن رو این از این جایی که در واقع میتونستن، یا اومدن یه دونه از این ایرهای اریکسونی گذاشتن همه رو آوردن رو. خیلی جالبه. مثلا شما توی مرکز شهر مثلا میبینیم اگر توی مرکز شهر خیلی مثلا دیگه شلوغ باشه، یه دکل میبینید که مثلا اگر 3 سکتور باشه مثلا هر طرفش 2 تا آنتن بیشتر نداره، 3 تا آنتن بیشتر نداره. ولی توی ایران اونقدر دکل چیز اضافه شده آدم فکر میکنه که الان این میخواد سقوط کنه. یعنی ما در آینده باید به فکر این هم باشیم. یه بحث دیگه جان عذر میخوام آقای مهندس، فکر میکنم حالا درست سرش رو شما بهتر شاید بدونید، به خاطر نظمیه که اونها در شهرسازیشون دارن ولی ما متاسفانه نداریم این رو. مثلا شما تو برخی از نقاط میبینید تراکم رو شهرداری یه جایی بیشتر از 4 طبقه نیست، یا بغل دستش میبینید یه برج ساخته شده. حالا شهرداری یه زدوبندی چیزی داشته. این به خاطر بی‌نظمی شهرسازیه که ما داریم. واقعا بعضی وقتا از روی دکل که کلا سطح شهر رو نگاه میکنی انگار شهر داخل یه ماکروفر بزرگ باشه. یعنی کلا صحنه شهر با اینه که روی پشت بوما، بغل پارکا، هر جایی نگاه میکنید کلا دکله. رو زمین شاید خیلی خودشون نشون نمیده ولی وقتی از ارتفاع نگاه میکنی واقعا اصلا وحشتناکه توی مخصوصا شهرهای بزرگ. آره همین دیگه. بعد تراکم شهری خب اینجا آره درسته، مثلا خیابون‌ها بزرگترن ولی ارتفاع دکل‌ها رو من دارم اینجا مثلا نگاه میکنم. خب ارتفاع دکل‌ها مثل ایران وحشتناک نیستش. بعد همه جا هم نیست. مثلا اینجا ایران چند تا اپراتور داره؟ ایران کلا 3 تا اپراتور داره. یه دونه مثلا موبیلنت رو در نظر بگیرید بگین 4 تا اپراتور داره دیگه. اپراتور که دکل نصب میکنه، مثلا یه ایرانسل، یه همراه اول، یه رایتل، یه دونه موبیلنت. رایتل 80% 90% با همراه اول شیره. خب موبیلنت هم 50-60% با همراه اول شیره. خب یعنی دکلاشون یکیه. اینجا بهش میگن بیگ 5 یعنی در واقع 5 تا بزرگ. این 5 تا بزرگی که اینجا دارن 5 تا MNO دارن. اینا تا دلت بخواد MNO دارن. یعنی مثلا شرکت های مختلف دارن. مثلا شرکت بزرگترین شرکتشون BE هست. بعد شرکت زیر مجموعه BT هستش، یعنی صاحب شرکت BTه. بعد شرکت ودافون، شرکت اورتو، شرکت نمیدونم چیه، شرکت خود BT هم فکر کنم اونم جزء اینا محسوب میشه. 5 تا شرکت. ولی شما خب انتظار داری وقتی که تو شهر میری چیز داشته باشه، در واقع کل این 5 تا شرکت هر کدوم یه آنتن داشته باشه دیگه. ولی اصلا از این خبرها نیست. اصلا حتی جای شلوغش هم اینجوری نیست. یعنی اومدن سراغ این همین کانفیگ اومدن. به اضافه این که واقعیت قضیه اینه که توی کشور ایران همه علاقه داره موبایل استفاده کنن. اینجا داخل اتوبوس وای فای هست، نمیدونم داخل فروشگاه ها، داخل هر جای میری چیز هست. و برای اینکه مثلا داخل این مال ها مشکل بابت چیز به وجود نیاد، بابت در واقع چی میگم بهش، مثلا زنگی زده نشه، کسی اذیت نشه، اومدن در واقع داخل مال ها، خیلی از مال ها و مراکز اومدن تلفن رو قطع کردن. شما نمیتونی زنگ بزنی، اصلا آنتن صفره. شما فقط میتونی از چیز استفاده کنی، از وای فای استفاده کنی. اینم هستش. خب بریم فریم استراکچر در واقع چیز رو ببینیم.
فریم استراکچر امواج میلیمتری رو هم یه اشاره بهش بکنیم. ببخشید من میکروفونتون بسته است جناب نیکفا. دوستان ببخشید من تماس برام اومد خدمتتون عرض کردم، گفتم یه تماسی اومد مجبور بودم جواب بدم. خب بریم به ادامه بحثیم. ما گفتیم که در حالت عادی صفحه شیر نیست جناب نیکفا.
درست. خب الان شعره، الان باید شعر باشه، درسته؟ بله الان چه شد؟ بله. ما گفتیم که قبلا ما امواج در واقع فریم استراکچر در واقع چیزی که بحث فایل‌جی رو که بحث می‌کردیم یا حتی فورجی رو بحث کردیم، گفتیم که هر فریم 5G و 4G فرقی نمی‌کنه، 10 میلی سکند، درسته؟ و هر ساب فریم در 4G در واقع در 4G 5G اصلا فرق نمی‌کنه، تا اینجاش که فرق نمی‌کنه، 1 میلی سکند. گفتیم هر اسلات در LTE 15500 میکروسکند، ولی شما برای زماندهی دو تا در واقع اسلات رو استفاده می‌کنید. در 5G در حالتی که شما در واقع میو شما برابر صفره، میو شما صفر باشه، دلتا اف شما هم 15. در این حالت اسلات شما قرار بود چقدر بشه؟ اسلات شما قرار بود در واقع بشه چقدر؟ کسی میتونه کمک کنه؟ همون 500 میلی. 1 میلی سکند. 1 میلی هر ساب فریم میشد 500 میلی. نه دیگه، همون 1000 میشد دیگه، یعنی میشه 1000 میکروسکند. یعنی هر اسلات LTE، هر اسلات 5G در حالتی که میو صفره به اندازه 2 برابر اسلات LTE. اینو چرا این کار کردن؟ به این دلیل که در واقع تعداد در واقع ترانسمیشن رو توی یک سلول کاهش بده. این هست. اما گفتیم که یه دلتا اف توی 5G یه میو هم داره. این میو نومرولوژی های مختلف رو به ما میده. میگیم 15 کیلوهرتز ضرب در واقع 2 به توان میو، درسته؟ این میو حالت های مختلفی داشت. میو مثلا 0 بود، 1 بود، 2 بود، 3 بود، 4 بود و جدیداً 5 شد. گفتم هر چقدر که این میو کوچکتر تعدادش میره بالاتر، خب سلول ما کوچکتر میشه. سلول کوچکتر میشه معنیش چیه؟ معنیش اینه که چرا ما سلول رو کوچکتر میکردیم؟ دلیلش این بود که کوچک کردن سلول به این دلیل بود که ما اولا قدرت سیگنال ما چون باند بالا داریم کار کنیم، در واقع نفوذ پذیری سیگنال ما کاهش پیدا میکنه. مسئله بعدی بچه مسئله دیلی اسپریده. دیلی اسپرید. اگر ما توی باند 3.5 خب یه سلولی رو در حد مثلا 1.5 کیلومتر داشته باشیم، خب 3.3 میکروسکند ما نیاز داریم که این در واقع این کانال هاش از هم، این فریم ها از هم فاصله داشته باشه تا اینها از هم تداخل با هم تداخل نداشته باشه. این 3.5 ما چی میگفتیم بهش؟ کسی میتونه بگه؟ جی بی؟ آفرین، همون سی پی. ما می اومدیم توی LTE میگفتیم آقا این سی پی رو من مثلا به جای اینکه 3 بگیرم میگن 4.7 میگیرم، بیشتر میگیرم دیگه. 4.7 دوره هر سیمبل FDMA خب 66 و از نظر زمانی 66 و 7 دهمه 66 7 دهم میکروسکند. خب بگیم خب میکروسکنده. یعنی این عدد 4.7 حدود 7% این چیز رو پر میکنه. برای همین شما 15 کیلوهرتز که میگی در واقع اگر بخوای سیمبل حساب کنی میگه 15 کیلو سیمبل پر سکند دیگه.
یه تعدادش برای این جی بی یا همون سایکلیک پرفکس میره، شما 14 کیلو سیمبل پر سکند رو میتونست ارسال کنید. اوکی. حالا بحثی که هست این 7% رو چیز میده، پوشش میده. خب اینجا 3.5 بوده، شما در واقع میای چیکار میکنی؟ میای در واقع 4.7 هم در نظر میگیری. هر چقدر که شما بیای سلول رو در واقع میو رو ببره بالا، این میو کجا بود؟ اینجا بود. اینجا سی پی شما 4.7 مشکلی نداره. خب اندازه سلولت هم حتی یک کیلومتر هم باشه مشکل نداره. سی پی اینجا میشه 3.4. از اینجا دیگه سلول شما محدود میشه. اینجا سی پی شما میشه 3.4، اینجا میشه 1.5. اینجا مثلا میشه مثلا بگیم 1.5 که نمیشه، میشه 1 و حدوداً 3. اینجا میشه 67 صدم. اینجا دیگه میشه مثلا 30 مثلا بگیم هم رو به بالا روندش کنیم 34 صد. خب این وقتی که اینجاها میرسه بچه مشکلی که پیش میاد اینه که شما شدیداً توی دیلی اسپریت گیر میکنید، شدیداً توی نهایه دیلی اسپریت میمونید. برای اینکه این مسئله رو حلش کنی، خب هی اندازه سلول رو در واقع کوچکترش میکنی. در 5G در امواج میلیمتری حد اکثر حد اکثر اندازه سلول شما نهایتا میشه در واقع 200 متر. خب و شما نهایتا بایستی در واقع چیزی در حدود 0.2 میکروسکند برای سی پی در نظر بگیره، تا توی چیز نیفته، تا توی در واقع دیلی اسپریت نیفته. اگر سلول زیر 200 متر باشه، خب که اینجاها باید باشه دیگه. این از اینجاها اکستندد امکان نداره بتونی استفاده کنی. خود اکستندد یادتون میاد دیگه اکستندد چقدر بود؟ حدودا 16 میلی ثانیه بود. اکستندد استفاده کنی، خب ترانسمیشن تو در واقع پهنه‌باند تو هدر میدی و عملا نمیتونی چیز کنی، اکستندد استفاده کنی. خب فقط توی این حالت میو اگر این باشی میتونی اکستندد استفاده کنی. اینجا از سی پی اکستندد یادتون هست؟ بله، برای اکستندد ما 6 تا نمونه توی هر سمبل میتونستیم ارسال کنیم، ولی برای نورمال 7 تا نمونه توی هر سمبل. اسلات بله. پس اگر من بیام این شرط رو رعایت کنم تداخل ایجاد نمیشه. خب دوره سمبل من توی چیز توی امواج میلیمتری دوره سمبل من 10 برابر کوچیک میشه و اندازش میشه در واقع 6.6. میبینید اینجا. ولی در محاسبه من سی پی رو میان 4 حدوداً 7 در واقع میکروسکند میگیرم، یعنی میان 4.7 میگیرم. این عدد رو تقسیم بر این عدد کنید همون 7% میمونه. متوجه شدین؟ خب بعد در واقع میان چیکار میکنن؟ میان در واقع بر اساس این یه ترانسمیشنی رو برای ماکروسل در نظر میگیرن. اینجا هر ماکروسل صاف فریمش به اندازه 1 فریم چی هستش؟ امواج میلیمتری. درسته یا نه؟
بله درست. درسته؟ اینجا میان زمان بندی ها رو، هر یوزر رو میان در واقع در داخل یک ساب فریم، هر یوزر در واقع امواج میلیمتری در داخل هر یک ساب فریم ماکروسل اندازه چیز میکنن. مثلا میاد توی ساب فریم شماره 0 یوزر شماره 1 رو قرار میده در دانلینک، یه فاصله میده میره سراغ آپلینک. این جیبی که اینجا قرار گرفتین چیه؟ این جیبی همون سی پی خود چیز هستش، ماکروسل هستش. اینجا پهنه‌باندی که استفاده میکنه 200 مگاهرتز، ساب فریم دیوریشنش 1/10 و خدمت ساب کریر اسپیسینگش میشه 150. بعد در واقع سامپلینگ فرکانسیش هم که میشه 300 حدودا مثلا 300 مگ، اف هم میشه 2048 و الی آخر که نامبر در واقع ساب کریری ها یا همون دلتا اف که ما استفاده میکردیم تعدادش میشه چقدر؟ میشه در واقع حدودا 2200 یه دونه استفاده نمیشه. یعنی همون حالت چیز دیگه، همون حالتیه که این در واقع بعدا ما بهش میگیم پی آر بی دیگه، همون پی آر بی هست. آقای مهندس این دقیقا همون مشخصات LTE هست که FFT فسفوریه ها 2048 تا 1200 ازش استفاده میکنیم. دقیقا همه مشخصات همون مشخصاتیه که برای LTE بود، درسته؟ اینو برای چی نه دیگه توی LTE شما که ساب فریم دیوریشن در واقع چیز نیستش که 1 میلی ثانیه است توی LTE. اینجا ساب فریم دیوریشن اینجا در واقع 1/10 میلی ثانیه است، 10 برابر کوچیک شده. درسته؟ درسته بله. ولی بقیه مشخصات فسفوریه ها مهم نیست. چون فسفوری ها مثلا اگر این پهنه‌باند، آخه پهنه‌باند فرق کنه، نگاه کن پهنه‌باند 200 رو در نظر گرفته، پهنه‌باند افزایش بدون فرق. خب اینجا اومده گفته اگر من یک ای نود بی داشته باشم، یه سکندری نود بی شماره 1 داشته باشم، یه سکندری نود بی شماره 2، ببینن چه اتفاقی میگه. من میام توی این محدوده، این انواع، این در واقع ساب فریم، کل ساب فریم شما چنده؟ 1 میلی ثانیه است. خب یک فریم شما، یک فریم چیز شما، یک فریم امواج میلیمتری شما 1 میلی ثانیه است. برابر چیه؟ یک در واقع یک ساب فریم دیگه. درسته یا نه؟ درسته؟ یک ساب فریم ماکرو در واقع ماکروسل دیگه. درسته؟ یعنی قبول دارید اینو؟ بله درسته. 1 میلی ثانیه است. میگه من میام یه ترانسمیشنی رو ارسال میکنم توی این به این موبایل، بعد میرم آیدل میشم. خب آیدل میکنم توی آپلینک از این موبایل میگیرم، از این در واقع ببخشید از این سکندری نود بی میگیرم. خب این آیدلی که من اینجا دارم، خب این آیدلی که من اینجا دارم و میتونم یه ریسپشن از این دومیه بگیرم. درسته؟ میبینید اینجا این دانلینکشه، این در واقع این در واقع اینجا یه آریکسی ازش داری میگیری و الی آخر در واقع میاد هی موبایل ها رو در واقع میاد توی این ترانسمیشن انجام میده. یعنی هی به این شکل زمان بندی میکنه، میاد یه دونه ترانسمیشن ارسال میکنه، آیدل در واقع توی آپلینک دریافت میکنه، آیدل میره دانلینک الی آخر. اینجا دوباره دانلینک این در واقع اینجا ارسال میکنین، اینجا تو دانلینک دریافت میکنه، این آیدل میره اینجا تو دانلینک داره ارسال میکنه و الی آخر در واقع چرخه ادامه پیدا میکنه. یعنی توی یک ساب فریم در واقع میتونه چندین تا در واقع فریم رو، چندین تا چی میگن بهش، گوشی مختلف سکندری نود بی رو ساپورت کنه.
اینجا اومده مقایسه کرد، گفته اگر من ماکروسل من خیلی چیز ساده ایه، ماکروسل من اگر 2 گیگاهرتز باشه، پهنای باندش 10 مگ باشه، خب کریر فرکانسیش هم بعد میگه میکروسل من در واقع به اون سکندری نود بی من در واقع 528 گیگ باشه و پهنای باندش 200 مگ باشه، خب ام بی نود بی من در واقع فاصلش 500 متر باشه، این شعاع سلولیش 500 متر باشه. اگر سلول لیوت من 3 تا حالت مختلف رو بررسی کرده، گفته در واقع من 19 تا سایت داشته باشم 3 سکتوره، بعد اومده اسمال سل ها شد اومده بررسی کرده، گفته اسمال سل دیپلویمنت من به ازای هر سکندری نود بی در هر سلول بزرگتر 2 تا 4 تا 10 تا سکندری نود بی من بذارم و به ازای هر سایت 60 تا یوزر داشته باشم، توتال تیکس پاور من 46 باشه برای امی نود بی. این آزمایش مختلف رو میخواد بررسی کنه. سکندری نود بی من مثلا 37 دی بی باشه، بعد آنتن کانفیگریشن من 2x2 باشه، توی سکندری نود بی 8x10 باشه، بعد دیگه مشخصات دیگه اومده حالت مختلف رو بررسی کرد. اینجا رو نگاه کنید، گفته مثلا کیس شماره 1، کیس شماره 1 اینه، یه سلول داره در واقع اومده 2 تا در واقع سکندری نود بی اینجا گذاشته، بعد خدمت شما عرض کنم که اینجا اومده تعداد سکندری نود بی ها رو 4 تا کرده، اینجا تعداد سکندری نود بی ها رو فکر کنم 10 تا کرده بود، درسته؟ چند تا گفته بود توی حالت سوم؟ آره 10 تا. میخواد ببینیم مثلا چه نتیجه از این در واقع میگیره. حالا اینجا مثلا پخش شدگیشی داره میگه، میگه اگر در حالت کیس 1، یعنی من تو هر سلول اگر چیز داشته باشم 2 تا سکندری نود بی داشته باشم، average throughput per user داخل اون سکندری نود بی 333 در واقع مگابیت پر سکند میشه. به ازای هر سکندری نود بی هم در واقع تعدادشون در واقع 13 تا و رشیو سکندری پرسن در واقع تعداد یوزرهایی که هر سکندری نود بی نسبت به کل سلول هم 21.7 هست و توتال تروپوتش هم در واقع توتال تروپوت چیز اون ماکروسل میشه در واقع 4.34. خب کیس حالت دوم اومده 4 تا کرده، دیده 7.67 میشه و کیس شماره 3 که 10 تا بود، 10 تا سکندری نود بی بود، حدوداً 13.7 گیگ میشه. میدونین میخواد چی رو بگه؟ میخواد بگه که من الان دیگه نیازی نیستش که دیگه سلولمو افزایش بدم، این سلول ماکروسل هم افزایش نمیدم بلکه میکروسل ها هم افزایش میدم. خب تداخلم که ایجاد نمی کنن. خب میکروسل ها هم افزایش میدم و این میکروسل ها باعث میشه که تروپوت سلول من افزایش پیدا کنه. بچه تازه یه مسئله اینجا هست، تازه اینو نگاه کنید، این باند فرکانسی 2 گیگاهرتزه. خب اونی که میگید FFTش مثلا چرا 2048 به خاطر اینکه باند فرکانسی نگاه کن پهنه باندش تازه این FFTش 1024. آیه جریوان شما پرسیدید دیگه. خب یکی کیس واقعیه، مثلا اپراتور پیدا نمیشه که توی باند مثلا 2 گیگ بیاد مثلا 20 مگ پهنه باند داشته باشه. هم اول الان مثلا 10 مگ داره، ایرانس 10 مگ داره، بعد 200 گیگ توی باند 28 اصلا عدد خیلی کوچیکیه. میدونی چی میگم؟ توی مثلا باند 48 شما پهنه باند 700 مگ دارید.
حالا بیا همینو بیا مثلا توی باند فرکانسی 3.5 گیگاهرتز استفاده کن. این مثلا 3.5 گیگاهرتز باشه، به اضافه چی پنرباندت هم بشه مثلا 100 مگاهرتز. این چقدر این تروپوت سلت میره بالا با این شرایط. این پس ما این نشون میده که توی مسیو مایمو ما قرار هستش که در واقع چیکار کنیم؟ بیایم در واقع از این شیوا استفاده کنیم و کیفیت سیگنال رو ببریم بالا. خب تا اینجا چجوری نگه داریم یا بریم جلوتر؟ ببخشید جناب نیکفال، من یه چیزی تو ذهنمه، حالا اگر کمکم کنید ممنون میشم. ببینید بحث مسیو مایمو با اون آپشنا و استندلون و نان استندلون NSA مون اینا تفاوتاش توی چیه؟ یعنی مستقل از هم کار میکنن یا همدیگه رو پوشش میدن؟ این رو اگر لطف کنید یه خورده توضیح بدید ممنون میشم. ببینید شما توی حالت SA و NSA شما سمت کور دارید. SA در واقع توی کوره و ارتباط رم با کوره. یه بار دیگه SA و NSA ارتباط کور با اتفاقات داخل کوره. خب و ارتباط اون پروتکل های بین رن و کوره. مسیو مایمو پایین اینا اتفاق میفته. کجا اتفاق میفته؟ تو لایه فیزیکی اتفاق میفته. شما مثلا فرض بفرمایید یه ساختمان توی شرکتی کار میکنید، مدیر عامل بیاد به هر تیمی خب یه دونه در واقع مثلا به هر تیمی میاد میگه آقا من 50 میلیون به شما میدم. خب مدیر عامل میاد این 50 میلیون رو میده به مثلا 5 دپارتمان، هر دپارتمان 50 میلیون میگیره. خب این مدیر عامل هم کوره است. نحوه پخش این پول با مدیر عامل خب و اون مدیران دپارتمان توی لایه بین مدیر عامل و مدیران میانی مطرح میشه. درسته؟ بله دقیقا. اون انجینیر پایین دست ازش خبر نداره. درسته؟ حالا اومده پایین‌تر مدیر چقدر داره؟ 50 میلیون داره مدیر دپارتمان. مدیر میاد میگه این مدیر عامل هم چقدر آدم بدیه، اون سری مثلا اینقدر داده بود الان اومده 30 میلیون تومان به ما داد، این 10-20 میلیونش رو زده تو جیب. حالا میگه بچه ما ایرانه دیگه. بله نه کلی دارم شوخی میکنم. خب بله درست، نه متوجه من مثالتون هستم. حالا من این 30 میلیون رو باید بیام بین شما پخش کنم. بعد میاد بین مثلا میگه خب تو خوبی، تو مثلا اونجا به من سلام دادی بیا اینو بگید فلان، تو مثلا اینجوری هستی. بعد ببینیم این وسط یه دستن نمیگیرن مثلا سرش بالا میره. اینو شوخی کردم ولی واقعیت هم همینه. شما توی SA و NSA کاری با لایه فیزیکی نداری. لایه فیزیکی کارشو میکنه. حتی وقتی که داره از LTE هم استفاده میکنی خب حتی اگر LTE شما هم سکند مین نود شما باشه و شما یه جزیره توی یه جزیره 5G توی اون LTE داشته باشه و یه لایه ماکرو در واقع امواج میلیمتری هم اونجا قرار داده باشی خب بازم تفاوت برای شما ایجاد نمیکنه. اون باند 28 با باند در واقع 3.5 گیگ همین ارتباط رو خواهند داشت، چون ارتباط لایه فیزیکالیه. ارتباط توی پایین دست هستش، یعنی در واقع توی بحث فیزیکال هستش، لایه فیزیکال هست. اینها این لایه فیزیکالی دارن بحث میکنن. یعنی شامل اون ارتباطه XN و NG و ایناست. البته NG که مربوط به کور بود، لایه های پایین تر بین دوتا نود بیا بود دیگه. درسته؟ آره
نه اونا میگم به اونا چیز نداره. اگر مین نود بی شما LTE باشه، خب شما مثلا بخواد یه سیگنالینگ 3G رو ببری، خب یه سیگنال مثلا باند 28 5G رو ببری، مثلا 3.5 گیگ نداشته باشه، طرف حسابت کی میشه؟ LTE میشه، مین نود بیت. اون LTE هستش که چیز خواهد کرد، سیگنالینگ شما رو زمان بندی خواهد کرد با اون چیزش. اتفاقا تو این کیس خیلی جالب بود. تو این کیس نگاه کنید، تو این کیس این باند فرکانسی که در نظر گرفته باند فرکانسی LTE، اصلا میتونه یه LTE هم باشه، فرق نمیکنه. اصلا اینجا نگاه کنید، این اصلا درسته. کاملا مشخصات یه LTE رو داره. خب الان یه اصلا اینو بذار LTE، اینو بذار مثلا 5G، فرق نمیکنه. این باند فرکانس، این فریم استراکچرش 10 میلی ثانیه است. خب تو LTE 5G هم همین اتفاق افتاده، اونم چیزه. این البته این مثلا 1 میلی ثانیه است. اینجا مایموش هم نگاه کنید، مایمو 2x2، مثلا این اصلا کلا یه LTE، بذار مثلا LTE. اتفاق خاصی نمیفته، یعنی الان این خودش الان یه نمونه کامل از یک در واقع ST نود بیه، چیزه NSA. اون اتفاقات لایه بالاتره که در واقع توی شبکه اتفاق میفته. خب سوال داریم؟ خیلی ممنون. خواهش میکنم قربانش. دوستان سوال دارید؟ خب بحث موافقت تا اینجا نگه داریم؟ الو صدا میاد؟ خب بحث اینجا نگه داریم. روز یک شنبه ساعت 8 شد دیگه، درسته؟ ساعت 8 من ساعت مثلا 7:45 وصل میشم. فقط خواهش من اینه که شما ساعت 8 همتون باشید، خب که ساعت 8 استارت بزنیم، مثلا ساعت 9:30 تموم کنیم که شما هم چون سر کار میرید اذیت نشید. خب خیلی ممنونم، دست شما در نکنه. بابت این هفته پیش که برگزار نشد دوره من عذرخواهی میکنم. من هم خانومم شدیدا مریض شد اینجا، همین که خودم هم میگم توی مأموریت رفتم و چیز شدم و من خودم هم دیشب ساعت 3 خوابیدم، پریروزم ساعت حدوداً 4-5 خوابیدم. مثلا 2 روزم خودم هم کامل نخوابیدم. امروز بعد شما یکی دو تا جلسه دارم. منظورم اینه که واقعا یه ذره اینجا من یه ذره سرم شلوغ شد، بابتش عذرخواهی میکنم بابت این قضیه. خب دوستان روز خوب داشته باشید انشالله که نباشید. جناب نیکفال فقط اگر لطف کنید فایل ضبط شده رو قبل از کلاس بعدی بذارید ممنون میشم. ضمن اینکه اون جلسه اول که یه مروری بر کلیه دوره ها بود، اون جلسه هم نیومده تو گروه. اگر زحمت ارسالش هم کشیدید توی گروه نیومده، گفتم یه یادآوری بکنم. گذاشتم اونو توی گروه تلگرام. نه نذاشت، نه نذاشتید اون رو آقای مهندس. اینا